شب 15 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 21:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل ویکتور محمد کریموف بختیار سال تولدش 1997 ساکن نوع اسپیتامین هنگام حرکت از سمت نوع اسپیتامین به سمت شهر استرافشان از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد پوچوکالونوف اختیار سال تولدش 1988 ساکن شهر استرافشان را پخش نموده است. در نتیجه پوچوکالونوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه جامی ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که اولهای ماه اپریل سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از عاقلخانه حولی استقامتیش یک سر چهارهای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 5000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مردان 32 و 34 ساله ساکنان ناحیه جامی و خراسان که یکیش پیش با ماده 244 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است صادر نمودند. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیلی سامانی عریضه زن 34 ساله ساکن امین ناحیه وارد گردیده است که ماه ینور سال 2022 در حدود ناحیه اسماعیلی سامانی رهبر شرکت سامانتور مرد 36 ساله ساکن شهر وحدت با راه فریب به باوریش درآمده از او 27400 سامانی و $1100 امریکایی گرفته وعده داده است که به او جوان رخت خوب تیار کرده می‌گوید، اما نام برده به وعده‌اش نایستاده مبلغ‌ها را به منفعت شخصیش صرف نموده او را فریب داده گشته است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.